روزی مردم بغداد دیدند که بهلول کنار بازار شهر نشسته، پارچه‌ای را بر چوبی آویزان کرده که روی آن نوشته بود خنده می‌فروشم به قیمت گریه. مردمی که از آنجا گذر می‌کردند به او با تعجب نگاه می‌کردند و می‌خندیدند. کم کم دورش جمع شدند. یکی پرسید: بهلول، دیوانه شده ای یا تاجر؟ بهلول دستی به سر و رویش کشید و گفت: هر دو، هم دیوانه‌ام هم تاجر، اما تاجر عقل شما. مرد جلو آمد و گفت: خب دیوانه، بگو ببینم خنده‌ات چند؟ بهلول نگاهی کرد و گفت: 1 دانه خنده خالص در ازای 1 خاطره تلخ. هر کس گریه دارد بدهد و خنده بگیرد. مردم یک صدا خندیدند. همان وقت زنی به جلو آمد و گفت: جناب بهلول، 3 سال است که شوهرم به جنگ رفته و بر نگشته. دلم خیلی پره. برای دل من هم خنده دارید؟ بهلول با مهربانی نگاهی به زن کرد و گفت: تو حتی اگر پول هم نداشته باشی خنده نسیه به تو میدهم. زن از ته دل لبخندی زد و مردم حیرت کردند. فردای آن روز صفی بلند جلوی دکان بهلول تشکیل شد. در صف اول مرد چاقی ایستاده بود که می گفتند ظاهر خنده‌دارش باعث می شود تا همه بخندند، ولی خودش 10 سالی است که نخندیده. پشت سرش هم قاضی عبوسی ایستاده بود که قسم خورده بود تا همه مجرمان را به بند نکشد نخندد، و پشت سر او همچنان مشتریها به صف ایستاده بودند. بهلول که دکان خود را پر رونق و پر مشتری دید، رفت روی چهارپایه ایستاد و گفت: قوانین دکان خنده فروشی به این شرح است: 1. هر خنده در گروی گفتن 1 درد است. اول باید دردت را بگویی تا بعد بخندی. 2. پس از گرفتن خنده دیگر حق نداری برای آن موضوع گریه کنی. 3. هر کس بخندد موظف است یکی دیگر را هم بخنداند. مرد چاق جلو آمد. بهلول پرسید: آخرین بار که خندیدی کی بود؟ مرد گفت: وقتی بچم گفت بابا تو شبیه به کدوی گردی هستی که دائم میغلطه. همه از شنیدن این جمله زدند زیر خنده. بهلول گفت: همین خاطره شد پولت. خب بفرما، این هم خندت. قاضی خواست عقب بکشد و فرار کند. بهلول صدایش زد، گفت: ای قاضی القضات، تا حالا کسی را خندانده ای؟ قاضی گفت: نه، ولی هزاران نفر را گریاندم. بهلول آرام گفت: پس نوبت آن است که یکی را بخندانی. قاضی مکث کرد. بعد آرام آرام لبخندی بر لبش نشست. مشتری ها یک به یک می آمدند و با لبی خندان برمی گشتند. آن روز دکان کوچک کنار دروازه بغداد پر شد از خنده هایی که از دل اشک آمده بود و مردم فهمیدند گاهی یک خنده ساده درمان 1000 درد است. و بهلول هنوز همانجاست با پارچه‌ای بر چوب و نوشته‌ای که میگوید خنده میفروشم اما تنها در ازای گریه. بهلول نگاهی به جمعیت انداخت و گفت: وقتشه. هر کسی که خندیده باید یکی از غمگین‌های شهر رو بخندونه. خندت یه امانته. و این آغاز یک جریان عجیب شد و آن روز هر که لبخند میزد موظف بود خنده را به کسی دیگر ببخشد. دکان کوچک بهلول حالا شده بود چشمه لبخند در دل کوچه های بغداد. اما در گوشه بازار مردی ناشناس با عمامه‌ای سبز خاموش و تیزبین دکان را زیر نظر داشت. زیر لب غر می‌زد: این دیوانه دارد عقل مردم را می‌دزدد. چند روزی از باز شدن دکان گذشته بود. نیمی از مردم بغداد یا در صف خنده ایستاده بودند یا پشت درهای دارالشفا. شایعی در شهر پیچیده بود که خنده های بهلول جوری است که هر که یک بار بخندد
دیگر نمیتواند جدی بماند و در میان این شور و حال مأموران دارالحکومه رسیدند. در صدرشان مردی خشک و رسمی به نام نجم الدین بود. نجم الدین با گام‌هایی محکم جلو آمد، فرمان در دست، صدایش بلند و بی احساس گفت: ای بهلول، به حکم خلیفه دکانت باید بسته شود. تو مردم را دنبال خنده های بیدلیل میکشانی و خنده های بیدلیل هم خطرناک است. دوستان جان سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. اگر تا اینجا با من همراه بودید خوشحال میشم با یک لایک و کامنت دلگرمم کنید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین وقته. با من بمونین که ادامه ماجرا خیلی شنیدنیه. تو این دکان را برای کاسبی و تجارت نزدی، برای این زدی که نظم شهر را به هم بریزی. بهلول دستی به ریشش کشید و گفت: ای نجم الدین، وقتی که مردم بی دلیل گریه می کنند کسی اعتراض نمی کند، کسی نمی آید دکان اشک را ببندد، پس چرا خنده باید ممنوع باشد؟ نجم الدین با اخم گفت: چون این خنده ها جدی بودن مردم را از بین می برد. این یعنی هرج و مرج. بهلول گفت: نه، ما خود نظم رو هم خنداندیم. نظم وقتی خندید تازه فهمید که چقدر بی‌نظم است. جمعیت یک صدا زد زیر خنده. یکی از سربازها که کنار نجم الدین ایستاده بود وسط این فریادها ناگهان خنده‌اش گرفت و با صدای بلند گفت: به خدا من خودم هم نمیدانم چرا میخندم. و آن شب اتفاقی افتاد که کسی باورش نمیکرد. دکان بهلول ناپدید شد. نه چهارپایه‌ای بود، نه پارچه‌ای، نه حتی خود بهلول. فقط بر دیوار کاغذی چسبانده بودند با دستخطی آشنا: ما خنده را خاک نمی کنیم، ما خودمان را پنهان می کنیم تا لبخند بی صدا اما ماندگارتر بماند. صبح که شد بغداد پر از شایعه بود. یکی می گفت جنها بردندش، یکی دیگر می گفت رفته مردم دنیای دیگری را بخنداند، یکی هم می گفت خنداندن زیادی خطرناک است. اما پشت دیوار سوم کاروانسرای کهنه‌ای در بازار پله‌هایی بود رو به یک زیرزمین تاریک و در آن زیرزمین چراغی کم نور می سوخت. بهلول آرام نشسته بود، پارچه دیگر را بر چوبی بسته بود و زیر لب زمزمه می کرد: خنده همیشه راهی پیدا می کند، فقط گاهی باید جایش را عوض کند. زیرزمین تاریک حالا شده بود پاتوق خنده های پنهانی. نه تابلویی داشت، نه صدایی از آن بیرون می آمد، اما هر شب کسانی از کوچه های خلوت بی صدا از پله ها پایین می رفتند. مشتری های دکان مخفی باید اول از آزمون خنده بهلول رد می شدند. بهلول برایشان جوک هایی می گفت که ساده نبود، نه فریاد می زد، نه ادا در می آورد، فقط با همان نگاه و لحن پر آرامشش می گفت: اگر اینو شنیدی و خندیدی دلت هنوز زنده است، اما اگر نخندیدی بیرون راه زیاد است، اینجا جای تو نیست. و عجیب بود حتی جدی ترین مشتری ها، آنهایی که با صورتهای یخ زده پایین می آمدند، پیش از رفتن دست کم یک بار لبخند می زدند و می ماندند. اما در همان روزها آن مرد مرموز با عمامه سبز خود را به دربار رساند. نفس نفس زنان به خلیفه گفت: ای امیر، خطری بزرگ در شهر پنهان شده، بدتر از دلقک ها. بهلول برگشته، اما این بار مخفی کاری هم یاد گرفته. خلیفه که تازه از خواب بیدار شده بود با بی‌حوصلگی گفت: خنده چه خطری دارد؟ مرد گفت: وقتی مردم زیاد بخندند دیگر کسی از تو نمی ترسد، تو را دیگر جدی نمی گیرند. چشمان خلیفه گرد شد و با صدایی لرزان گفت: بهلول باید ناپدید شود، اما چه کسی جرأت می کند نزدش برود و سالم برگردد؟ سکوتی سنگین نشست تا اینکه صدایی آهسته در تالار پیچید. فقط یک نفر،
وزیر اعظم بغداد، کسی که سالها پیش در کلاس‌های خنده بهلول شاگردی می‌کرد. بهلول تا نگاهش به وزیر اعظم افتاد، به سیبیل‌های پیچ خورده و لباس‌هایی که انگار از فرش مسجد دوخته شده بود نگاهی انداخت، لبخندی زد و گفت این همون لبخنده، همونی که سالها پیش تو سردخونه سیاست یخ زده بود. وزیر نشست، نگاهی به گوشه تاریک دکان انداخت و آهسته گفت بهلول، اومدن دستگیرت کنن، ولی من اومدم تا باخبرت کنم. اما قبلش یه خنده بده، ببینم هنوز کیفیتش مثل سابقه یا تقلبی شده. بهلول دستی به ریشش کشید و با لبخند گفت ما 3 جور خنده داریم: خنده قسطی، خنده اعیانی و خنده انفجاری. اون آخری مخصوص جلسات دولتیه. وزیر گفت همون انفجاریش رو بده، ولی خفیفتر، سیبیلام حساسه. بهلول بی هیچ هشداری خنده‌ای از ته دل سر داد، آنقدر شدید که سیبیل‌های وزیر 1 متر به هوا پریدند. تنش لرزید و صورتش سرخ شد و ناگهان وسط دکان با صدایی لرزان و شاد شروع کرد به آواز خواندن. بهلول خندید و به موش‌هایی که گوشه دکان نشسته بودند گفت بنویسید وزیر اعظم عضو رسمی انجمن خندان‌های ناشناس شد. اما همان لحظه از بیرون صدای قدم‌های سنگینی شنیده می‌شد. مأموران دارالحکومه نزدیک می‌شدند و پیشا پیش آنها همان مرد ناشناس، حالا با لباس جنگی و شمشیری در دست، فریاد می‌زد بهلول، وقتشه این خنده لعنتی رو تموم کنی. دیگه کسی حق نداره بی دلیل خوشحال باشه. مأموران دارالحکومه با کوبیدن پاها به سوی حمام زیرزمینی آمدند و در پیشا پیششان مردی شمشیر به دست حرکت می کرد. دیروز عمامه سبز داشت، امروز زرهی آهنی به تن کرده و فریاد می کشید بهلول، یا خنده‌ات را واگذار کن یا جانت را. مأموران عقب رفتند. کسی جرأت جلو آمدن نداشت. مرد زره پوش شمشیر کشید و به جلو پرید، اما بهلول سریع به بالای تنور پرید و فریاد زد هیهات، ما را با شمشیر چه کار؟ ما با یک جوک ارتشی را میخندانیم. بعد نگاهش را به مرد انداخت و گفت بشنو ای زره پوش، اگر بتوانی 3 جوک مرا بشنوی و نخندی، من همینجا دکانم را میبندم. مرد زره پوش شمشیرش را پایین آورد. سکوت شد. بهلول گفت روزی دیوانه‌ای به خرش گفت ای رفیق، بیا تا پادشاه بشویم. خر گفت من کار دارم، ولی تو برو وزیر من شو. مرد تکان نخورد. بهلول جوک دوم را گفت. هنوز مقاوم بود، اما جوک سوم که رسید، مرد زره‌پوش ناگهان پقی زد زیر خنده، سیبیلش لرزید، دندانهایش نمایان شد و بعد قلبش را گرفت و نشست روی زمین و گفت وای دلم رفت. بهلول، تو لعنتی ترین خندان این دیاری. وقتی خبر شکست مأموران به گوش خلیفه رسید، با تعجب گفت پس این هیبت حکومت ما نتوانست از پس یک خنده برآید؟ وزیر اعظم آرام گفت اگر اجازه بدهید خودم با نقشه‌ای بی صدا کارش را تمام می کنم. خلیفه پرسید نقشه‌ات چیست؟ وزیر اعظم لبخندی زد و گفت 3 نفر را میفرستم به دکان بهلول. یکی قاضی که سالهاست نخندیده، یکی شاعر دلمرده‌ای که شعرهایش همیشه با افسوس تمام می شود و یکی آشپزی که به قدری به غذا نمک نمیزند که خودش هم از بینمکی غذاها کلافه شده. اگر بهلول توانست هر 3 را بخنداند، آن وقت باید خودت بیایی دکان را تحویل بگیری. خلیفه لحظه مکث کرد و گفت و اگر نتواند؟ وزیر با لحنی زیرکانه گفت آن وقت دکانش را به ترشی فروشی تبدیل می کنیم. در زیر زمین بهلول مشغول آماده کردن نسخه های خنده بود که 3 مهمان
وارد شدند. رو به قاضی کرد و گفت میدانی چرا گوسفندها از قاضی نمی ترسند؟ چون احضاریه هیچ وقت به چراگاه نمی رسد. قاضی سکوت کرد اما گوشه ابروهایش لرزید. بعد به شاعر گفت میدانی چرا شاعرها کمتر به بازار می روند؟ چون اونجا قافیه مفتی پیدا نمیشه. شاعر خندید، لبخندی کمجان اما واقعی که 3 سال بود از او دیده نشده بود و به آشپز گفت چرا غذاهات همیشه بیمزه است؟ آشپز گفت چون من اصلا نمک نمیریزم. همانجا دیگی شور پخت و وقتی همه چشیدن از شدت شوری زدن زیر خنده. اما در بیرون دکان خشم خلیفه به اوج رسید و نقشه‌ای برای بهلول کشیدند. درویش دروغینی به نام شعبان فرستادند تا مردم را بترساند و بگوید خنده گناه است، خنده راه شیطان است، خنده مایه فراموشی است. شعبان درویشی با عمامه‌ای سیاه و ردایی پوشیده از زر و عصایی چوبی بود. صدایش آنقدر کسل کننده بود که مردم بی اختیار با شنیدن صدایش چرت می زدند. او جلو آمد و با لحنی خواب‌آلوده گفت ای مردم، خنده مایه گمراهی و فراموشی است. مردم ترسیدند و بعضی به گریه افتادند. یکی پرسید نکند راست بگوید، نکند فقط باید گریه کنیم. بهلول آرام آرام پیش آمد و گفت اگر خنده گناه است پس چرا خداوند دهان را چنین آفریده که هنگام خنده باز شود و هنگام دروغ می لرزد؟ ای مردم، خنده راست بهتر است از گریه دروغین. شعبان با نیشخندی بدخواهانه ادامه داد اگر کسی بخندد شب هنگام خواب ادرار خر در دهانش میریزند. مردم ترسیدند و یکی گفت من دیشب خندیدم، پس چرا خری به سراغم نیامد؟ شعبان گفت لابد خندت مشکوک بوده ولی امشب حتما خواهد آمد. در همان لحظه صدای خروسی بلند شد که سخن می گفت ای شعبان، خودت دیشب خندیدی وقتی روی پوست هندوانه پا گذاشتی و با مغز به زمین خوردی. مردم خندیدند و رنگ شعبان سرخ شد. بهلول با نیشخندی گفت ای شعبان، بیا وسط بنشین و 3 جوک از ما بشنو. اگر نخندیدی دکانم را میبندم و خودم زعفران میفروشم. 3 جوک خنده‌دار را بهلول تعریف کرد. لبهای شعبان به لرزه درآمد و ناگهان از خنده منفجر شد، اما سریع ساکت شد و گفت من نخندیدم، اینها فقط سرفه بود. مردم گفتند شعبان، صدای خنده‌ات را شنیدیم، سرفه که اینطوری نیست. بهلول گفت حکم صادر شد، تو دیگر درویش نیستی بلکه درویشی خنده پاش شده ای. شعبان با عجله فرار کرد و گفت بهلول، خیال نکن تمام شد، من با پدرم برمیگردم. فردای آن روز پیرمردی با ریشی پیچ خورده به دکان آمد. او پدر شعبان بود و با صدایی پرطنین گفت آمده‌ام تا مردم را به سوگواری و گریه بازگردانم. مردم ترسیده بودند و پرسیدند اگر گریه کنیم چه خواهد شد؟ شیخ پاسخ داد آمرزیده خواهید شد. بهلول پرسید اگر بخندیم چه؟ شیخ گفت به آتش کشیده می شوید. بهلول خندید و گفت پس این همه زغال فروش که مشتری دارند به خاطر همین است که مردم می خندند؟ شیخ عصبانی شد و گفت بیا مسابقه بدهیم، هر کس بیشتر جمع کرد برنده است. او شروع کرد به خواندن مرثیه. چند نفر اشک ریختند، بعضی ها با او هم صدا شدند و چند نفر هم خوابشان برد. نوبت به بهلول رسید. بهلول شروع کرد به تعریف جوک. جمعیت از خنده ریسه رفتند. یکی از ماموران از شدت خنده نقش زمین شد. چند نفر هم داخل خزینه افتادند و یکی هم بند تنبانش پاره شد. شیخ درمانده گفت دیگر چیزی ندارم. بهلول خندید و گفت پس برو با پسر ناخلفت تمرین کن و بعد بیا. خلیفه از دور نگاهش کرد.
چشمهایش نیمه باز بود و خسته. زیر لب گفت این بهلول کی میمیرد؟ از دستش راحت نمیشویم. دیشب آمده بود به خوابم، لبخند میزد، گفت یا باید از سلطنت و حکومتت بگذری یا خودم میخندونمت تا بری. وزیر جلو آمد و گفت خلیفه یک نقشه تازه دارم. خلیفه گفت باز چی؟ این بار چی تو سرته؟ وزیر گفت یک دلقک سیاه میفرستم سراغش. کسی که کارش خندوندن نیست، برعکس هر کی به خنده یک کاری میکنه تا خنده توی صورتش یخ بزنه. یک آدم عجیبه، صداش هم مثل گنجیشکه ولی انگار یه بغضی توی صداشه. اون شب دلقک سیاه وارد بازار شد. لباسش از حریر سیاه بود و چشمهاش هم برق میزد. تا وارد دکان بهلول شد موشها فرار کردند. خروس پشت پنجره ساکت شد و مردم عقب کشیدند. دلقک گفت بهلول من اومدم که هر کی بخنده کاری کنم که خنده توی صورتش یخ بزنه. بهلول در جواب گفت پس بیا من تو رو با جوکای زیر و رو میکنم که خنده از سر و کلت بزنه بیرون طوری که شلوارت هم خیس بشه. دلقک نزدیک شد و 2 داستان ترسناک گفت. موشها از ترس میلرزیدند و یکیشون افتاد توی دیگه غذا. بهلول خندید و گفت حالا جوک منو بشنو. یک روز مردی رفت داروخانه و گفت یه چیزی دارین که فراموشی رو درمان کنه؟ داروخانه چی گفت؟ آره ولی فراموش کردم کجاست. دلقک زد زیر خنده و گفت لعنت به تو بهلول. چند روز بعد صف خریداران خنده آنقدر طولانی شد که بهلول فهمید دیگه نمیتونه تنهایی از پسش بر بیاد. کار خیلی سختیه و نیاز به یک دستیار داره. رفت وسط میدون و گفت من دنبال یه شاگردی میگردم که بلد باشه خوب بخندونه بدون اینکه خودش هیچ وقت بخنده. مردم با حیرت نگاه کردند و پرسیدند چطور ممکنه کسی بخندونه اما نخنده؟ بهلول فقط لبخندی زد و گفت اگر کسی پیدا شود شاید راز واقعی خنده را بفهمم. دوستان نازنینم امیدوارم همیشه خنده مهمون دلتون باشه. همین که لب کسی با ما بخنده خودش یک معجزه است. اگر این داستان یک لبخند روی لبتون نشوند با یک لایک و کامنت از من حمایت کنید و سابسکرایب یادتون نره و اگر دوست داشتید این ویدیو رو با لبخند با دوستانتون به اشتراک بگذارید. تا داستان دیگر بدرود.